تصور کنید هزاران سال پیش تمدنی بدون هیچ تکنولوژی پیشرفته سازه‌هایی ساخت که هنوز هم انسان‌های مدرن رو به تحسین وادار میکنه. چطور ممکنه؟ آیا واقعا مصریان باستان قادر بودن این شاهکارهای عظیم رو تنها با نیروی انسانی بسازن؟ یا شاید در این میان اسرار پنهانی وجود داره که هنوز کشف نشدن؟ امروز با هم به قلب این معماها سفر میکنیم و پرده از رازهای ساخت اهرام مصر برمیداریم. پس تا آخر با من همراه باشید. اهرام مصر یکی از عجایب هفتگانه جهان و نماد تمدن باستانی مصر هستند. این اهرام که در جیزه واقع شدن هزاران سال پیش ساخته شدند و هنوز هم اسرار زیادی در خود دارند. ولی چطور ممکنه که این سازه‌های عظیم با امکانات محدود اون زمان ساخته شده باشند؟ اولین سوالی که به ذهن میرسه اینه که چطور مصری‌ها تونستن این سنگ‌های بزرگ رو بدون ابزار مدرن جابجا کنن؟ یکی از نظریه‌ها اینه که از رمب‌های شنی و چوبی استفاده می‌کردن. ولی همه چیز به همین سادگی نیست. بعضی از محققان معتقدند که مصری‌ها از سیستم‌های پیشرفته‌تری مثل قلتک‌های چوبی و حتی نیروی انسانی فوق‌العاده منظم استفاده می‌کردند. بزرگترین هرم جیزه با ارتفاع 146 متر از حدود 2,300,000 قطعه سنگ ساخته شده که هر کدوم وزنی بین 2 تا 15 تن دارند. بیشتر سنگ‌های استفاده شده از جنس سنگ آهک هستند که این سنگ‌ها به دلیل مقاومت و دوام بالا انتخاب مناسبی برای ساخت سازه‌های عظیم بودند. علاوه بر سنگ آهک، در ساخت بخش‌های داخلی هرم از سنگ‌های گرانیتی هم استفاده شده که هر قطعه از این سنگ‌های گرانیتی وزنی بین 25 تا 80 تن دارند و انتقال اونها به بالای هرم یکی از بزرگترین چالش‌های ساخت بوده. سطح ناهموار دیوارهای هرم در واقع مصالح زیرین اونه و این هرم یک پوشش بیرونی از سنگ آهک سفید براق داشته که در زمان قدیم باعث تابش نور خورشید می شده و این هرم مثل مرواریدی در بیابانهای مصر می درخشیده. در سال 1303 میلادی یک زلزله عظیم باعث فرو ریختن بسیاری از سنگنماهای این سازه میشه و مابقی دزدیده شدند. اما نکته عجیب اینجاست که مصریان باستان چجوری این سنگ‌ها رو تراشیدن، چون در اون زمان انسان هنوز به فولاد و آهن دسترسی پیدا نکرده بوده و فقط به فلز نرمی مثل مس دسترسی داشته. و عجیبتر از همه اینها این که این سنگ‌ها رو از حدود 900 کیلومتر دورتر از جایی که اهرام ساخته شدن آوردن. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های اهرام اتاق‌های مخفی و تونل‌های زیرزمینی اونهاست. مثلا در هرم خوفو اتاق پادشاه، اتاق ملکه و گالری بزرگ وجود داره که هر کدوم داستان‌ها و اسرار خودشون رو دارن. بعضیا میگن این اتاق‌ها برای به دام انداختن دزدها و محافظت از گنجینه‌ها ساخته شدن. اما همه چیز به اینجا ختم نمیشه. اخیراً دانشمندان با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته تصویربرداری، تونل‌ها و اتاق‌های مخفی جدید رو کشف کردن که هنوز به طور کامل کاوش نشدن. این اتاق‌ها میتونن از ترنخ‌های جدیدی درباره زندگی و مرگ فراعنه و همچنین تکنولوژی‌های ساخت اهرام به ما بدن. اما این همه ماجرا نیست. نظریه‌های توطئه‌ای زیادی درباره اهرام وجود داره. مثلا بعضیا معتقدن که اهرام توسط موجودات فضایی ساخته شده یا حتی از تکنولوژی‌های پیشرفته استفاده شده که ما هنوز نمیدونیم. این نظریه‌ها شاید عجیب به نظر بیاد، ولی جذابیت خاصی دارن و باعث میشن بیشتر به فکر فرو بریم. اهرام مصر فقط سازه‌های عظیم نیستند، بلکه نمادی از باورها و اعتقادات مذهبی مصریان باستان هم هستند. این سازه‌ها به عنوان مقبره‌های فراعنه ساخته شدند تا اونها رو در سفر به دنیای پس از مرگ همراهی کنند. مصریان باستان باور داشتند که روح فرعون پس از مرگ به آسمان میره و هرم‌ها به عنوان پلی بین زمین و آسمان عمل می‌کردند. درون اهرام نقاشی‌ها و کتیبه‌های زیادی وجود داره که داستان‌هایی از زندگی پس از مرگ و خدایان مصری رو روایت می‌کنند. این نقاشی‌ها و کتیبه‌ها نه تنها از نظر هنری ارزشمندن، بلکه به ما کمک می‌کنند تا بیشتر درباره فرهنگ و اعتقادات مصریان باستان بدونیم. با این حال هنوز رازهای زیادی درباره اهرام مصر وجود داره که منتظر کشف شدن هستند.
مثلا هنوز دقیقاً نمیدونیم چطور مصریان باستان تونستن این سازه‌های عظیم رو با چنین دقت و هماهنگی بسازن. شاید در آینده با کشفیات جدید بتونیم به جواب این سوالات برسیم. حالا که این همه راز و داستان درباره اهرام مصر شنیدی، نظرت چیه؟ به نظرت کدوم نظریه درست‌تره؟ برام تو کامنت ها بگو. و اگر از این ویدیو خوشت اومد و دوست داری بیشتر در مورد اسرار جهان بدونی، حتما کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.